به اندیشه شما شعور ملی در ایجاد یک کشور مستقل چگونه نقش بازیده می تواند؟ شعور ملی و غرور ملی، افتخار ملی، ننگ و ناموس ملی، حمیت ملی، اینا همه از یک مقوله هستند که هم خون و هم خان هستند، یعنی به همدیگر بسیار نزدیک و البته جای استفادهشان در زبان علاهیده است، اما در یک جایگی در مجموع غرور ملی و افتخار ملی و شعور ملی من خیال میکنم که بنیاد دولت صاحب استقلال است. تا شعور استقلال نداشته باشد و وحدت، افتخار، غرور استقلال نداشته باشد، یعنی هر فرد جامعه خودش را مثلا در تاجیکستان ما تاجیک حساب نکند و با نام تاجیک بودن افتخار نکند، یا عضو جامعه ما نیست، و یا از تاجیکستان بودنش. بله، یعنی در مجموع همه مردم تاجیکستان، علل خصوص تاجیک ها که به نام اونها این وطن تخصص داده شده است، باید افتخار واقعا صمیمی داشته باشد، نه افتخار دروغین، نه افتخار فروشی پوچ. بگذار مردم از من نرنجند. بعضا شعور ملی ما به کم شعوری یا بی شعوری میرسد و حتی بعضا به کوری ملی میرسد که اگر دیگر خلق ها مثلا چچن ها یا دیگر ملت ها اگر در قیاس ملت کوچک ما، البته ما ملت کوچک نیستیم، 6 میلیون جامعه شوخی نیست، سهل نیست، اگر اتفاق باشن و متحد باشن و در وحدت زندگی کنن. اما افتخار یگانه که همه منطقه های تاجیکستان یک جور خودشون تاجیک حساب کنند و از تاجیک بودنشون افتخار کنند، همین در جامعه ما به چشم من کم میرسه. و نظر من با گفتن یا با تنقید کردن یا با تعریف کردن این احساس را پرورش کردن دشوار است. و نظر من که از عائله، از کودکستان، از دبستان ها و دانشگاه ها این کار باید سامان دهند که واقعا هر فرد جامعه ما از تاجیک بودن و تاجیکستانی بودنش افتخار کند و برای افتخارش هم جوابگو باشد. در هر مورد فعالیت جامعویش، فعالیت اجتماعیش باید جوابگو باشد. در زمان سامانی‌ها چقدر مثلا افتخار ملی و غرور ملی و شعور ملی بالا رفته بود. اگر از دوره صفاری ها، طاهری ها و بعد سامانی ها که برای زبان تاجیکی، زبان فارسی تاجیکی را چقدر خواستند بلند بردارند و به مسندی دولتی بنشانند و حتی اون که گفتن که این شعری که تو عربی میگه ما نمیفهمیم، آیا نمیشد که با فارسی خودمان شعر بگویی؟ و شعر گفتن و استاد رودکی اونجا بنیانگذار شعری فارسی شد و از رودکی پیشتر هم شاعرای بسیار قوی بودن. و بعد از سقوط سامانیان هم مثلا مثل ابن مقفع، مثلا مثل منتصر بار دیگر بخارا را گرفت با آنکه ناموس ملیش اونقدر تأخیر شده بود که بار دیگر به جای سامانیان اسماعیل، نامش اسماعیل سامانی است، اونم اسماعیل ثانی است، شاعرم بود و حتی شعرش هم یادم هست، میگه که جوش میو نوش لب ساقی به چی کار است؟ جوشیدن خون باید در عیبه و جوشن، جوشیدن خون باید در عیبه و جوشن، نه در جام و نه در قدح، بلکه در بدن هر یک تاجیک یا اهل سامانی باید خونش بجوشد. و اسب است و سلاح است مرا بزمگه و باغ، تیر است و کمان است مرا لاله و سوسن. و واقعا اینقدر غرور است در این پارچه شعر که البته اون از دست قوزها شکست خورد، اما همین کوشش آن که یک بار دیگر در چشم جهانیان نشان دهد که سامانیان نمردند و اخل وارثان دارند. و بعد غوری ها
غوری ها هم دولت تاجیک برقرار کردن در حدود امروزی افغانستان، اون هم تاجیک ها بودن. و همین در پایان چارباغ از این پل که میگذرید اونجا که پاسی ناظران ماشین ها هست میگذرید، دست چپ پایان میایید، طرف چپ میایید پایان، یک دیه هست نامش گورخه، همون غوری ها هست. امروز ها ما 1100 سالگی تجلیل دولت سامانیان را میگذاریم و حال صحبت ما هم در این باره بود. میخواستم اندیشه شما را دانم که آیا این تجلیلگیری ها در برداشتن تفکر ملت ما نقش بازیده میتواند؟ بیشک بیشبه واقعا جشن 1100 سالگی سامانیان و علامه باباجان غفورov محض به خاطر این است، نه اینکه یک هیکل گذاریم، نه اینکه دوبار نقاره کوبیم و یک چند مجلس بیاراییم و با همین تمام. مقصد از این تجلیل ها، از این جشن ها این است که مردم بخصوص جوان ها که امروز واقعا فاسد شدن، اگر در کوچه ها، در اتوبوس ها، در ماشین ها سوار شید یا در کوچه بازارها گرید، سخنرانی اونها، گپزنی اونها فقط در تمام ترکیب لغویشان دشنام است و خلاص. چرا گپای قبیح؟ باید دیگر هم تو مراجعت عادیشان با فلان فلان کلمه ها و دشنام ها شروع میشد. برای اینها ضرور است و برای حتی کلان ساله هم در کار است. کلان ساله که تا هنوز تاریخ نمیدونن و نه من گفتم بازم همین کلمه میگم، افتخار فروشی پوچ، که ما میگیم ما فرهنگ بزرگ داریم، ما گذشته بسیار غنی داریم، گذشته پر افتخار داریم و غیره و غیره. هم تو میگوییم وقتی که با عمق این واژه میرویم و پرسجو میکنیم، در طینت مردم، در ذهن مردم چیزی نیست. شاهنامه میدونن که شاهنامه فردوسی، اما یک بیت از فردوسی نمیدونن. حافظ میگن حافظ، واقعا همطور است بدل، چون پیشتر در مدرسه ها حافظ بدل درس میدادن، دیگر این چیزها گم شد. و البته ما ملت اهل کتاب هستیم، باید که با کتاب همیشه زنده باشیم. در گرب دولت ما هم عکس کتاب هست، اول شعر بود بعد کتاب شد، یادتان باشد. اگر واقعا این جشن ها محض برای تربیه و افتخار آموزی، افتخار راستین باید آموزنده شد و حتی اون که دیگرها از هیچ چیز هر چیز ساختن، ملت های دیگر، ما چرا از هر چیز باش زیادتر نسازیم؟ چون زمینه داریم. بله، چون زمینه تاریخی داریم و زمینه خدمت ما، یعنی گذشته ما دورتر و عمیقتر و ریشه‌دارتر است در تاریخ نسبت به خلق‌های دیگر مثلا. و براستی گویم اگر در دوره سامانه و غرور ملی اونقدر بلند رفته بود، در زمان ما در مثال استاد عینی، استاد باباجان غفورov، استاد مرزا رسولزاده و امروز در مثال فعالیت شخصی پرزیدنت انوار رحمانov ظاهر میشد. کتاب یک خزینه است که برای تفکر تمام جامعه بشری را برداشتن نقش می‌بازد. و یاد از حکیم فردوسی هم حاضر در صحبت شما رفت. میخواستم اندیشه شما را درباره آن که آیا امروز کدام داستان‌ها، کدام سرچشمه‌های تاریخی میتوانند در برداشتن شعور و تفکر و بیدارسازی روحیه ملی نقش بازند؟ براستی من گمان میکنم که در دنیا ملتی مثل ملت تاجیک نیست که نصیحت بسیار شنیده باشد. از اوستا شروع کنیم، بعد قرآن مجید، بعد شاهنامه، بعد مثنوی، بعد حافظ، خیام، نمیدونم، بعد آخران اگر وای نکنیم سیدای نصفی و احمد دانش که اینقدر این ملت را نصیحت کردن، سعدی و نمیدونم کلیم و صاحب، اینا همه بسیار مردمی هستیم که نصیحت زیاد شنیدیم. یعنی که معلوم میشه در طول تاریخ ما همیشه به نصیحت نیاز داشته ایم و محفل های بودن که شاهنامه خوانی بوده است در قدیم، داستان ابو مسلم، حمزه، اینها رو میخواندن. اینها هم برای خاطر آن بوده است که مردم نصیحت کنند و راه راست روانه کنند. و
در زمان ما در عصر 20 گویم اگر استاد عینی و فطرت و بازم با وجه غفورف و استاد ترسون زاده و اینها اینقدر راهنمایی کردن برای ملت، برای تربیه ذوق و معنویات مردم خدمت کردن اینها و تاجیک را به تاجیک شناساندن. این گپ بسیار تضاد است که تاجیک به تاجیک شناسانید، حالا که این خلق احتیاج دارد که خودش به خودش شناسانید. در یک شعر من در مناسبت امضای صلح هم گفتم که تاجیک با تاجیک نزدیک میشه. بسیار گپ خنده‌دار است اما واقعیت دارد که تاجیک با تاجیک شناسانید، تاجیک با تاجیک نزدیک کنید، وگرنه حادثه‌ای که دیدید چطور صورت میگیره. و در پهلو این یک نوع بیگانه پرستی هم ما داشتیم. مثلا داستان گروغلی که از نامش هم معلوم که تاجیکی نیست، اینقدر مال ما هم نیست و اونقدر چیز بزرگ هم نیست. مثلا در مقابل شاهنامه بگذارید، در مقابل مثنوی بگذارید، در برابر شعر حافظ یا سعدی بگذارید، چیزی نیست. من مقابل اون نیستم که اون خوانم، لیکن باید دانم که مال ما نیست. و امروزه هم که ما در رادیو 133 برنامه شاهنامه خوانی دایر کردیم و 6 جلد شاهنامه را خواندیم، 3 جلدش باقی مانده است هنوز، چون که خواننده ها، راوی ها هر طرف پریشان شدن. و چند بار من بازم گفتم که باید دوام کنیم، 3 جلدم تمام کنیم. در دنیا یگانه نسخه میشد که در نوار ثبت شده است با آواز و این میشد یک ثروت ملی حساب کرد. خودش که اصلا ثروت ملی است شاهنامه، با ثبت نواریش مثلا رادیویش بازم برای رادیوی تاجیکستان افتخار خواهد بود. و امروز هم شاهنامه خوانی و داستان ابو مسلم و حمزه و شعرهای کلاسیکا گذشته های خواندن و امروزه هم خواندن برای ملت ما، برای تربیه ذوق و معنویات او و روحانیات او خیلی کمک میکنه. در آخر استاد آرزوهای خیش را چنین ابراز داشتند. آرزوی من همین است که وقتی که حضرت پیغمبر با مردم ایران زمین و مردم فارس و کشور ایران برای گراییدن اسلام نیروها میفرستند و در حدیثشان هست که شما با مردم ایران با مردم مثل مردم اهل کتاب صحبت کنید، معامله کنید. یعنی ما مردم اهل کتاب هستیم، خب از اوستا شروع میکنیم، بعد قرآن کریم و دیگر مثنوی هم که قرآن پهلوی هست. مردم ما باید به معنویت رو بیارن. اگر از معنویت هر قدر دور شدن، هر قدر از خودشان دور میشن، از خدا دور میشن. هر قدر خود را یافتن، اون قدر به خدا نزدیک میشن. من با مردمی که منم شیر مادری تاجیک خوردم آرزو میکنم که اول خودشان را یابند، بعد خداشان را یابند. در مجموع هم خود و هم خدا و هم وطن و هم مادر و این زمین در یک جایگی زنده باشد و ما هم در خاطر آنها زنده باشیم.